علی اکبر توی کربلا اولین کسی بود که از بنی هاشم اذن میدان گرفت. داره که تنها جایی که حضرت تحمل نکرد برای اینکه اذن میدان بده فقط به علی اکبر بود. هر کدوم از بنی هاشم میخواست اذن میدان بگیره یه جوری سعی میکرد یه وقفه ایجاد بکنه، ولی تا حضرت علی اکبر اومد اذن میدان بگیره گفت برو پسر برو میدان. داره که وقتی علی اکبر وارد میدان شد یه عده از سپاه دشمن گفتن که ما این زره رو میشناسیم، این زره پیامبر با این زره میجنگه، ما این لباس رو میشناسیم، این لباسیه که پیامبر میپوشید. حضرت سید الشهدا وقتی میخواست به علی اکبر اذن میدان بده گفت خدایا تو شاهدی، من اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا دارم به سمت چه قومی میفرستم. حضرت میگه ما هر وقت دلمون برای پیامبر تنگ میشد به علی اکبر نگاه میکرد. خیلی از بزرگانی که تو این جلسه هستن اگه پسر جوانی داشته باشن، پسراشون اگر یه مقدار اخلاقشون خوب باشه میدونن چه محبتی چه عشق و علاقه‌ای بینشون هست. فقط یه مقدار اخلاقش خوب باشه، نمیگم اخلاقش مثل پیامبر باشه، نمیگم وقتی بهش نگاه میکنی یاد پیامبر بیفتی. حالا حضرت شهدا داره علی اکبر رو با اون عظمتش با اون میفرسته به سمت قوم وحشی. داره که حضرت علی اکبر یک جنگ نمایانی کرد، یه ملعونی با شمشیر فرق حضرت شکافت. حضرت برای اینکه از روی زین اسب نیفته خودش انداخت روی گردن اسب، دو تا دستاشو دو طرف گردن اسب قائل کرد. این خونه فرق حضرت روی چشمای اسب گرفت. اسب رو اشتباه رفت، به جایی که بره به سمت خیمه ها رفت تو قلب سپاه دشمن. حالا گفتن هر کی بغض از علی داره بیاد اینجا، یکی با شمشیر میزد، یکی با نیزه میزد، یکی با خنجر میزد، اون که هیچی نداشت با سنگ پرت میکرد. میگن صفت اربن اربا رو به کار میبرن. اربن اربا میدونی یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیزی میخوای خورد بکنی نامنظم همینطوری هی ضربه بزنی خوردش بکنی. یه دفعه حضرت سید الشهدا صدای علی اکبر شنید که میگه یا ابا علیکم منی سلام هذا جدی یقرأک السلام و یقول لک عجل قدوم علینا. پدر خداحافظ، این جدمه، دارم از جدم سیراب میشم، دیگه نگران تشنگیم نباش پدر. رسول خدا بهت سلام میرسونه و میگه عجله کن، ما اینجا منتظرتیم. پس بیامد شاه اقلیم الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز تا بیرون از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. بیش از این بابا دلم را خون نکن، زاده لیلا مرا مجنون نکن. رفتی و بردی ز چشم باب خواب، اکبرا بی تو جهان بادا خراب. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق آبروی امام حسین
ثوابی از این مجلس به رفتگان این جمع برسان. ظهور آقا امام زمان را هرچه سریعتر برسان. خدای به آبروی خون امام حسین همه ما را ببخش و بیامرز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.